بانک ملی تاجیکستان قرب رسمی روبل روسی را در حجم 149.6 سومونی برای 1000 روبل مقرر کرده است. به این ترتیب در ماه‌های اخیر قرب روبل روسی بار اول از حد 150 سومونی برای 1000 روبل پایین رفت. هفته گذشته روبل روسی در بازار اسعار تاجیکستان با قرب 1050 از ضعف سومونی برای 1000 روبل به پایان رسانیده بود. افت پای همین قرب روبل در بازار اسعار تاجیکستان از 11 نوامبر بعد به قله رکوردی 159 از 1 سومونی برای 1000 روبل رسیدن قربش سر شد و در 18 روز اخیر قرب پول روسیه نسبت به پول تاجیکی 10 سومونی برای 1000 روبل یا حدود 6.5% کاهش یافته است. در این مدت قریب روبل نسبت به دلار و دیگر اسعار مهم خارجی در بازارهای بین المللی نیز حدود 6% کاهش یافت. اگر در اول نوامبر یک دلار نزدیک 71 روبل ارزش داشت، حالا قربش به 75 روبل نزدیک شده است. به فرق از روبل، قرب دلار و یورو نسبت به سومونی تقریبا به تغییر باقی مانده است. یک دلار حالا رسما 11 سومونی و 29 درم و یک یورو 12 سومونی و 75 درم است. به شدت ارزان شدن قرب روبل روسی در تاجیکستان در حالی است که اکثر مهاجران تاجیک که در روسیه کار میکنند موسم امساله مهاجرت کاریشان را جنبش کرده به وطن برگشته ایستادند. تقریبا همه آنها پول کار کرده خود را با روبل به تاجیکستان میآورند و 6.5 کاهش یافتن قرب روبل به معنای به همین اندازه کم شدن حجم درآمدهای این مهاجران نیز است. برای تاجیکستان پولهایی که مهاجرانش از روسیه میفرستند یک منبع اساسی تأمین روزگار اکثر عائله ها به شمار می رود. بنا به آمار بانک مرکزی روسیه در نیمه اول سال 2021 و اساساً به شرافت مهاجران تاجیک از روسیه به تاجیکستان 755 میلیون دلار پول فرستاده شده است. سال گذشته از روسیه به تاجیکستان 1.7 میلیارد دلار و سال 2019 در آخرین سال پیش از پاندمی 2.5 میلیارد دلار پول فرستاده بودند.